دوربین. рафиқони азиз ва муҳтарам, ман бар шумо дуруд мегӯям. Орзу Исоев ҳастам ва барномаи Дурбинро мустақиман аз радиои писандидаатон Азия плюс пешкашатон месозам. мутмаинам ки таби волида доред ва ба самти равонаед кориро анҷом медиҳед ва агар ҳамин тавр аст барори кор, лабханд ва шодкомӣ дар давоми рӯз ман барои ҳамаи шумо таманно мекунам. меҳмонҳои имрӯзаи мо шахсони бисёр азизанд, дӯстони ман. аниқтараш як нафараш дӯсти ман аст, рафиқи кӯҳна ва қадимиву санҷидашудаву вафодор, ва дуввумаш духтари ҳамин рафиқи ман аст, фарзанди ҳамин рафиқи ман аст. ҳунарманди барҷаста, ҳунарманди мардумии Тоҷикистон Фурқат Саид имрӯз ҳамроҳи духтари нозанинаш Фараҳноз Саидова ба студияи радиои Азия плюс қадам ранҷа доштааст ва ногуфта намонад ки дар яке аз сабқатҳои бисёр ҳам шадиди таронаҳои амрикоӣ таҳти унвони Battle of the Band Фараҳноз дастболо шуд ки барояш ин замон мехоҳам каф бикубем. Табрик Фараҳноз. Дуруд. تشکر زیاد درود به شما نیز. خوشحال شدید؟ گرفتن جایزه یعنی چی؟ شاد میکند آدم رو؟ حسیات چگونه است؟ البته باز بغیر من این اولین جایزه بود؟ نه، من در آزمونی تاجیکستان وطن عزیز من جا گرفتم، جای سیوم. اولین آزمون گفتید که یک آزمون بود گذشت و بعد الله خانی وای اولین نبود و بعد از الله خانی بود. اونجا چی خوندید؟ در فستیوال جمهوری الله خانی سرودی الله خواندم. این بله زنده بود اجرایش؟ زنده، البته زنده بود، تنها موسیقی فونوگرام بود، صدا زنده بود. و حالا در شکلی مثلا اکاپلا میتونیم یک پارچه اون رو زمزمه بکنیم با هم؟ البته. بفرمایید. جانم بچمه دوای جانم بچمه امیدی من از هر دو جهانم بچمه امروزی اگر فقط عزیزی دل من شیرین محبوب و عزیزی دیگرانت بینمه علت میگم بچمه علت میگم دختری جان علت میگم جان شیرین علایو 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 براو براو من دیگر حرف ندارم. فراهناز در سبقت ترانه‌های آمریکایی Battle of the Bands جای اول رو گرفت. تبریک. و اونجا دیگر ترانه رو خوندید. اکنون اون ترانه رو زمزمه کنید و تفاوت رو میبینیم، یعنی تضاد، پارادوکس. باشه. I keep on falling in and out with you. Sometimes I love you, sometimes you make me blue. Sometimes I feel good, at times I feel used. I'm your darling, makes me so confused. I keep on falling in and out of love with you. I never have to one way that I'm loving you.
فرانوز از عهده ترانه‌های اکادمیک، از عهده اجرای ترانه‌های اکادمیکی میبرید؟ اکادمی بوری نخوندم. بوری. کلاسیکی چی؟ کلاسیکی بله. بیاد کلاسیکی میخونیم. یک پرچه. زیر اشکی کوبه‌ای من بو بود خانم سوزد تو در یک خانه آتش زنی صد خانم سوزد. عجب. یک سوال به هر دوی شما، به پدر و دختر، برخوردی دو ژانر، مثلا شما ژانر سنتی و ژانر کلاسیکی رو دوست دارید بیشتر، فرهناز دختری زمانی تکنولوژی رقمی معاصر است، دختری عصر جدید است و سبک سرایندگی فرهناز نیز مطابق با زمان امروز جاز، راک این چیزهاست، کانتری، بلوز این چیزها. برخوردی دو ژانر در اویله چگونه است؟ یعنی بحث می شود، یعنی می شود حادثه ای که با هم راضی نمی شود سر یک مسئله؟ نه تماما. من فکر میکنم که این در کدام سمت، در کدام راهی نباشد، فکر میکنم که بیرون از هنر نیست، چون در بلوش موزیک کردید ارسی است هنر برای این. بله. از این رو هر وقت یک ترانه اگر بی‌سرایت ثبت کند برای من در روان میکند و من گوش میکنم، هم گوش میکنم و نزد همکاران هم که صدایش رو میگذارم میگم که ای افسوس تو نموندی که فرهناز همین بیشتر همین اندیشه هایش، تفکرش فقط سوی هنر باشه. نمیدونم راستی، نه که من دائما دیلم پر است که فرهناز در کدام ساحه‌ای نباشد موفق می شود. فقط از بین فرزندها فقط فرهناز توسط ارثیت گرفت هنر، صدا و این مهارت شما رو، یا اینکه دیگر فرزندان هم دارند؟ همه‌شون دارند. 5 نفر همه‌شون دارند. عجب. همه‌شون دارند. عجب. هنرهای خوب دارند همه‌شون. اما فرهناز بین اونها یک سرگردن بالاست. بله، هم با سواد، هم با فهمیش موسیقی، هم درک موسیقی، هم شنوایی، هم با شعر سر کار دارد. راجع به سواد گفتید، یعنی چگونه ارزیابی میکنید با سوادی فرهناز رو؟ زبان دانیش؟ بله، زبانی تاجیکی، روسی و انگلیسی پورا میدونید. و اینجا راجع بعد عموما ترانه خوانی های فرهناز حرف زدیم، ترانه شش مقام خوندیم، جاز خوندیم، استرادا مردمی خوندیم، فولکلوری، الله، استرادا نخوندیم. میخوام که اون چیز رو فرهناز زمزمه بکنید به طور زنده با ژانر استرادی. و اصلا میخوام بپرسم که کی رو دوست میدارید از آوازخوان‌های های استرادی که در موسیقی پاپ روز موفق شدند، کی ها رو دوست میدارید؟ از فارس زبان ها باشد یا اینکه نمیدونم از دیگر سرانده های جهانی. من فقط یک آرزو دارم که من گوگوش رو یک بار از پیش بینم. یک جویا ببینیم چی؟ بسیار خوب من میشه. هم همراه کنید. عجب. او رو زیاد دوست میدارم. بله. در اویله شما خیلی ها دوست میدارند گوگوش رو؟ گوگوش رو کی دوست نمیدارد؟ و فکرم کسی که با سرودهای او گوش داده است دوستش میدارد. شما چی؟ شما توجه دارید؟ خیلی من گوگوش و احمد زویی رو خیلی دوست دارم، ترانه سرایشون. مثلا اگر در حالت رخوت یعنی ریلکس باشه در داخل автомашина، دو قرص پیش شما باشد، یکی قرص احمد زویر، دیگری قرص گوگوش، کدامش رو میمونید؟ احمد زویر. احمد زویر رو. یعنی شما با احمد زویر برتری میدید؟ بله. میشود که یک ترانه احمد زویر رو زیر لب زمزمه بکنیم؟ زندگی آخر
سرایت بندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست زندگی آخر سرایت بندگی در کار نیست احسن هزار احسن و آفرین این ترانه ها رو من فکر میکردم که شخصان سال خورده مثل من و شما گوش میکنن جوان ها توجه ندارند ولی امروز من ترانه خوانی فرهناز رو دیدم و باری دیگر ایمان آوردم که هنری اصیل هیچ وقت نمیمیرند راست بله و یک چیز دیگر شما در جهان هنر در رشته فرهنگ و صنعت به مقام استادی رسیدید و صدرالدین یکی از شاگردان شما است صدرالدین نجمی‌دین یکی از شاگردان شما است چون به مقام استادی رسیدید من میخوام حالا شما صدای فرهناز را از روی علمی موسیقی شناسی و صدا شناسی شرح بدید که این چگونه صدا است سوپرانو است متس سوپرانو است دیاپازونش چگونه است چند قبط است چند اکتاو است بگویید به من سوپران از صدای زنها بیشتر سوپران است و فکر میکنم که صدا ارزو وقتی درد ندارد بهترش سرایندگی نکند وقتی صدا وقتی هنری سرایندگی دردی باطنی ندارد و بهترش سرایندگی نکنه چون دردی او به دلی نفری نمیرسد صدایش نمیرسد از این رو فکر میکنم که وقتی که هنرمند درک کرده میسراید و با عمق شعر میرود با عمق صدا میرود خب یک درد و عشق و محبت نهانی هر سراینده باید داشته باشد اگر همون عشق همون محبت همون دوستداری در صدا نیست در خنجره نیست در قلب نیست در دل نیست و فکر میکنم که اون صدا به دل هیچ کی هم نمیرسد و بهتر است کسبش رو عوض کنه راجع به سرودهای استرادی حرف زدیم و لیکن چیزی نخوندیم و وقتی که فرهناز میخواد من فکر میکنم که همون ساعت بیگ بن لندن باید باز ایستد پرنده ها باید پر نزنند جهان باید سکوت کند و گوش بیاندازد به صدای فرهناز حالا بود این قدر بولو بردار بود که ما گوش نکنم در مسئله روز و روزگار میخواهم که همیشه با مصلحت شما کار بکند اما در مسئله انتخاب سرود و صنعت فکر میکنم که خود مختار باشد بهتر است مرحمت میخوایم همون سروده که در ازمونی تاجیکستان وطن عزیزی من در دور نهایی سرایده بودم همون را سرایم شعر از شاعر زبردست رستم وهاب بود و آهنگش بله از فرهاد ذکیر بود تاجیکستان مصدری هستی و بنیانی من است مسندی آزادگی و مسکنی جانی من است در کنارش از ستیزی روزگار آسودم جان پناهی استوارم تاجیکستانی من است تشکر با شما که با این همه شهامت آمدید به رادیوی آسیا پلوس و گوگوش رو گفتید و از گوگوش چیزی نخوندید بله از گوگوش تو از شهر غریبه بینشونی اومدی تو با اسب سفید مهربونی اومدی تو از دشتای دور و جاده های پرغبار
برای هم صدایی هم زبونی اومدی، تو از راه میرسی پر از گرد و غبار، تمام انتظار میاد همراه بهار. چه خوبه دیدنت، چه خوبه موندنت، چه خوبه امها کنم غبار رو وقتنت. قریب آشنا دوست دارم، بیا منو همراه ببر به شهر قصه ها، بگیر دست منو تو دستات. چه خوب سبزمون یکی باشه با هم، بموندم منتظر تا برگردی پیشم، تو زندونم با تو من آزادم. عجیب. جان راحت میکند، اما این رو میگویند راحتی جان. استودیوی نوی رادیوی آزیا پلوس، اینقدر شهامت و زیبایی، صدای فرهناز و صدای هنرمندی مردمی فرقت سعید، تیریزه های نمایشی، یک شهر پرحرکت. عجب کاره. خوب میشود که اگه اون چیز رو دو کسه بخونید، پدر و دختر، اگر حالا خواهش کنم میشه ترانه رو مثلا از ترانه های شاید تاجیکی باشد یا اینکه از ترانه های نمیدونم فارسی ایرانی بیاد مشورت میکنیم هر زمان. هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، لیک با خود بس نمی آیم ندانم چون کنم. گرنی هم گیران سرندر کو بلالی لبش، سنگ ها را چشم سازم، چشمه ها را خون کنم. جای تکبیر و دعا خواهم زی لیلی قصه خوان، جای تکبیر و دعا خواهم زی لیلی قصه خواند. ناگه روز گذر بر تربتی مجنون کنم، هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم، هر زمان گویم که از دل مهری او بیرون کنم. وقتی اخیر میبینیم که زیاده از 40 منصبدار تاجیک را پایگاه اینترنتی دیسرنت با سرقت اثرها و کارهای علمی متهم کرد. یعنی اثر دزدان رو افشا کرد که 40 نفرند و در خطر آنها بلند پایه‌ترین منصبداران تاجیک حتی هستند. این حوادث شما رو کمی دلسرد نکرد در پژوهش‌هایتان؟ دلسرد کرد و حتی من هم خجالت کشیدم. مثلا من نماینده ملت تاجیک بسیار خجالت زده شدم. شرمندگی است. من هم با اندیشه فرو رفتم و هر چیزی که می نویشم بازنگری میکنم امروز از ترس که خب اینقدر ببین آرزو با من با یک نفر از دهات اومدم، از رستم اومدم و فرقت سعید شدم در پایتخت. اگر یگون چیزی از این اون چیزی که شما ابراز داشتید در نوشته من این سرقت و این دزدی ها روبرداری ها پیدا شود،
با تمام اویله من و خاندان من و سلالای من. یعنی این بار گرانی خجالت زدگی و شرمساری رو شما برداشته نمیتونم و فرزندانم نمیتونم. ولی کم کم باید یاد گیری. ما میبینیم که منصبداران رو متهم کردن ولی باز با سری بلند این طاقشون در گردنشون توبیخی تگمه بسته و باز مغرورانه در سر منصب نشسته. بگذار توکلشون اونها به خدا. اما من از فرزندانم خجالت میکشم که فردا آنها چی گونه در این جامعه زندگی میکنند و شاید با انگشت هم نشون دهند که پدری همین یک اثردوز است. این هم در حال است که طبق قانون مالکیت ذهن حفظ می شود. بله واقعا. و دزدی مالکیت ذهنی هم دزدی است. اما امروز نیز حالا همو در همین پای همین چیزا اصلاح نیستیم. زیرا من نمیدونم کدام ساختار ما رو باید هنرمندان رو حفظ کند. خب ترانه های ما از جانب دیگران من توسط رادیو و یا یگان رسانه ها میفهمم که خب ترانه های من از جانب هنرمندان افغانستان هم خونده میشود. من خبر ندارم خودم درست که از جانب آنها. امروز در تاجیکستان یک در همین هنری حفظ کردن یک بی‌صاحبی است و من نمیدونم که ما از جانب کدام سیستم و یا ساختار باید پشتیبانی پیدا کرده باشیم. ما در ابتدای صحبت یا داوری کردیم از صدرالدین و میخواستم شما بگویید که با صدرالدین رابطه دارید، چون صدرالدین الان در کانادا است، یعنی قطعه امریکا، توسط اینترنت شاید که رابطه داشته باشید. بله واقعا توسط اینترنت من چی ها میگویید با صدرالدین؟ رابطه دارم و خوب از موفقیت‌هایش و یا بعضی از شعرها رو برایم میفرستد که من از نظر گذرانم. دایره کنسرت‌هایش صحبت میکند همراهی من هم با او هم صحبت میشوم توسط فیسبوک، توسط مسنجر با هم صحبت میکنیم و فکر میکنم در اندیشه آنم که ما یک ترانه رو با هم بسیار از جانب شنوندگان بینندگان خوب قبول شده بود. یک ترانه آزرده دلم با هم سرایده بودیم و یک ترانه هم دارم واقعا با صدای هر دومان فکر میکنم که خوش است خواندن و از این رو میخوام ترانه رو نیز با همراهی صدرالدین سرایده باشیم. خیلی خوب، منتظر میمونیم این ترانه را. و فرهناز، پدرتون راجع و ازدواج شما حرف زده، یعنی شما اویله دارید؟ بله، قریب 1 سال می شود. قریب 1 سال می شود. و مثلا در جامعه سنتی ما اونقدر قابل قبول نیست که زن بسراید، زن روی استیج، روی صحنه برایت هنرنمایی بکند. مثلا نقطه نظر شوهر شما چی است به هنر شما؟ شوهر من از بس که خودش می سراید و می نوازد هم نوازند. من چرا نمیشناسم؟ هم می سراید بلکه او سراینده جوان است و برای میشما نمیشناسید. فریدون علیف. تاجیکستان وطن عزیزم. علیف فریدون علیف. همین سال در آزمون تاجیکستان وطن عزیز من. اینستاگرام دارد؟ فریدون علیف. شما حرف بزنید من اینستاگرام رو. بله، او غالب آمده بود، جای دویم را صاحب شده بود. از بس که او خودش می سراید و می نوازد برایم یگان مانعه ایجاد نمی کند و سخت زید هم نیست. یگان بار ماجرا میکنید اطرافی برآمد کردن یا نکردن در صحنه؟ بله، بسیار وقت در مسئله انتخاب سرود، چون ما زیادتر و آزمون ها می رویم، من الکی می دونم که در آزمون ها چگونه سرود ها می گذارند. من اینستاگرام شوهر شما رو به نظرم نیافتم. شما می توانید به اینستاگرام من درآید، از اونجا رو دریافت کنید. باشد، میابم این رو حتما بعد از برنامه. و ماجراها با چی انجام میابند؟ با هم دیگر فهمی یا اینکه مدت از هم قهری میکنید؟ نه ما قهری نمیکنیم، جنگ هم نمیشود در ما. باوری دارید به هم دیگر؟ بله.
شما با فریدون باوری دارید؟ بله. باوری دارید که مثلا در سفر هنری اگر با یگون مملکت دیگر برود یک ماه دو ماه نه آید با یگون تنازی چشمک نمیزند؟ باوری دارم. بله. خیر، اکنون این وابسته است از اخلاق، فراست و تربیتی که شما از اویله گرفته اید، از پدر، از مادر، از فراغت بانو. به فکرم از اون نیز وابسته است. بله، از اون نیز وابسته. در خانه ما فقط جنگ بود، خوشبختانه در خانه این. خیر، من از شما در آخر چی خواهش میکنم؟ سلام من رو به فراغت بانو برسانید. سلام من رو به لوهیره برسانید. به همه فرزندان سلام برسانید و خیلی خوش آمدید. برنامه ما اینجا به انجام میرسد. خداحافظی میکنیم. موفق باشید و منتظریم که در دیگر اوقات در دیگر موسم باز بیایید و برنامه ما و در آخر سال برنده جایزه ترانه میوزیک اوارد بشوید. خیر، سلامت باشید دوستان عزیز. با رادیو از پلیس بمانید. برنامه های جالب در پیش شما رو انتظارند. دوربین